بسم الله الرحمن الرحیم. از ابو هریره رضی الله عنه روایت می شود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند قیامت قایم نخواهد شد تا همان زمانی که مسلمان ها آخرین جنگ خود را با یهودی ها نکنند. وقتی گفتند رسول خدا جنگ می شود، از ترس یهودی ها پس سنگ ها و درخت ها پنهان می شوند و این درخت ها و سنگ ها همه به زبان می آیند و می گویند ای مسلم، ای بنده الله، اینجا پس من یهودی پنهان است، بیا نابود کنین خدازاده را، قتل کنین خدازاده را، بکشین را. مگر یک درخت که پیغمبر خدا گفتند درخت یهودیان نام دارد، یا اینکه غرقد، مسلم و در بخاری آمدگی هست این چنین حدیث. از همین سبب برادران گرامی، از ترس و وحی این خدازاده ها، این دشمنان خدا در اطراف خانه های خود و در هر کجایی که می توانند درخت غرقد می نشانند. و اگر پرسی که چرا شما درخت غرقد می نشانانید، از چی ترسیدید شما، چی برای چی دیگر درخت فقط غرقد؟ این خدازاده ها میگویند ما از حدیث خبردار نیستیم، سخنهای محمد دروغ است، انا خدای محمد دروغ میگوید، خود محمد دروغ میگوید، پس برای چی شما فقط غرقد میشنانید؟ خدازاده ها میگوید نه، ما خیر همه خیلی شنانده، ما از حدیث خبردار نیستیم. در یگان جای دیگر، در یگان کتاب دیگر، کتاب‌های معتبر درباره غرقد یگان سخن آمدگی نیست مگر در بخاری و مسلم که حدیثی صحیح است. بعد این خدازاده ها میگوید ما در سخن محمد باوری نداریم، ما گفته های محمد قبول نمی کنیم. این ببینید، پس از 1400 سال رسول اکرم تا حال سخنان حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم این خدازاده ها را به ترس می درآورد. البته به البته می ترسند، البته به البته اینا محمد به باوری دارند، می دانند که محمد حق است، الله و رسولش راست می گویند. سلامت و خانه آباد باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.